پسر به پدرش گفت: من یک دختر را دیدم و میخواهم با او ازدواج کنم. او خیلی زیباست و چشمان خیلی مقبول هم دارد. پدر جواب داد: البته پسرم، بیا رفتیم و از او پرس با هم ازدواج کنید. وقتی که پدرش دختر را دید و پسرش گفت: او خیلی زیباست، تو سزاوار این دختر زیبا نیستی. با او کسی لازم است که تجربه زندگی داشته باشد به مانند من. پسر در تعجب افتاد از رفتار پدرش و از او پرسید: این دختر با من ازدواج میکند نه با شما؟ آنها جنگ را شروع کردند. در نهایت آنها تصمیم گرفتند که به پلیس خانه رفته و مشکلشان را حل کنند. وقتی آنها به افسر پلیس قصه را نقل کردند و پلیس گفت: دختر را بیاورید و از او میپرسیم که کدامش را انتخاب میکنی. وقتی که افسر پلیس زیبایی دختر را دید و او گفت: با پدر و پسر هر دوی شما سزاوار این دختر نیستید. با او کسی لازم است که آبروی زیاد داشته باشد و مانند من. سه مرد جنگ را شروع کردند. در آخر دختر گفت: من یک راه حل دارم. من دویده میگریزم. کسی اول شده مرا داشت، همان نفر با من ازدواج میکند. وقتی که دختر شروع کرد دویدن را، پسر، پدر و افسر پلیس کوشش کردند که او را اول شده دارند. ناگهان آنها در چاه چقور افتادند. دختر به آنها نگاه کرده گفت: آیا شما میدانید که من کی هستم؟ من دنیا هستم، حیات. آدمان مرا میخواهند و بسیار کوشش های زیاد هم میکنند. با انجام این کار آنها دینشان را فراموش میکنند. پند دهمت اگر به من داری گوش، از بهر خدا جامه تصویر مپوش. دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بهر دم عمر ابد را مفروش. به نام خدای بخشنده و مهربان. ایمان و اسلام. ایمان در لغت به معنای تصدیق کردن است و در اصطلاح تصدیق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است در هر چیزی که از نزد خداوند اجمالاً و تفصیلاً آورده است. امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب خود وصیت‌نامه گفته است که ایمان تصدیق به دل و اقرار به زبان است. اقرار به تنهایی ایمان حساب نمی شود. اگر ایمان می شد هر آینه منافقان مؤمن حساب می شدند. حالا آنکه خداوند در حق آنها در آیت یکم سوره منافقون می فرماید: خداوند شهادت می دهد که البته منافقان در شهادتشان دروغ گویند. معرفت نیز به تنهایی ایمان حساب نمی شود. اگر ایمان می شد هر آینه اهل کتاب مؤمن می شدند. حالا آنکه خداوند در حق اهل کتاب در آیت 146 سوره بقره می فرماید: کسانی را که کتاب دادیم پیامبر را می شناسند همچنان که فرزندانشان را می شناسند. ایمان 7 رکن دارد. یکم، ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابها، ایمان به پیامبران، ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر، ایمان به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن. ایمان زیاد و کم نمی شود. ایمان اهل آسمان و زمین زیاد و کم نمی شود، زیرا زیاد شدن ایمان به کم شدن کفر است و کم شدن ایمان به زیاد شدن کفر است.
چگونه تصور می شود که یک شخص در حالت هم مؤمن باشد و هم کافر؟ مؤمن در حقیقت مؤمن است، کافر در حقیقت کافر است. خداوند در حق مؤمنان در آیت 4 سوره انفال می فرماید آنها در حقیقت مؤمنند، و در حق کافران در آیت 15 سوره نساء می فرماید آنها در حقیقت کافرند. اما در مورد آیات و احادیثی که ظاهرشان دلالت به زیادشوی ایمان می کنند، علامه سعدالدین تفتزانی در شرح عقاید نسفی چنین بیان می کند که زیادشوی ایمان فقط در اصل صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم تصور کرده می شود، زیرا دین یک باره کامل نشده است، بلکه در مدت 23 سال کامل شد. بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ حکم دیگری نآمده است. از این رو زیادشوی ایمان نیز تصور کرده نمی شود. خلاصه ایمان اقرار و تصدیق است، یعنی اصل ایمان اقرار و تصدیق است. عمل صفت ایمان است. اگر کسی از اقرار و تصدیق یافته شود ولی عمل یافته نشود، او مؤمن است، ولی ضعیف الایمان یعنی مؤمن فاسق است. اما اگر اقرار و تصدیق و عمل یافته شود، ایمان آن کس قوی است، یعنی مؤمن قوی الایمان است. اسلام در لغت تسلیم شدن و فروتنی است. در اصطلاح قبول همه احکام است که توسط رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند فرود آمده است. اسلام 5 رکن دارد، چنانکه در روایتی از عمر ابن خطاب رضی الله عنه آمده است: کلمه شهادت، برپا داشتن نماز، زکات مال دادن، روزه ماه رمضان، حج خانه خدا کردن بر هر کسی که قدرت و توانایی داشته باشد. امام اعظم در کتاب فقه اکبر گفته است که ایمان تصدیق کردن و اسلام تسلیم شدن است. یعنی از جهت لغت بین ایمان و اسلام فرق است، لیکن در شریعت ایمان به اسلام و اسلام به ایمان نمی شود و این هر دو به مثل پوشت با شکم است. اطلاق ایمان و اسلام در قرآن و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است، چنانچه آمده است: ما تمام مؤمنان را که در شهرهای قوم لوط علیه السلام زندگی میکردند پیش از آمدن بلا از شهرها بیرون بردیم. در آن مناطق جز یک خاندان مسلمان نیافتیم. در همین آیت در یک جا مؤمن گفته است، در جای دیگر مسلمان گفته است. یعنی این آیت دلالت می کند که ایمان و اسلام در شریعت یک است. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: ایمان 72 چند شاخه دارد، بلندترینش کلمه لا اله الا الله و پسترینش دور کردن آزار و اذیت از راه است. شهادت می دهم دستان که با ما کرده است احسان، دو چشمش می شود شاهد که با ما خوانده است قرآن، دو پایش آن زمان گوید که مسجد رفته است با ما، برای امر حق کرده است در آن مسجد عبادت ها. شهادت می دهند گوش ها که با ما امر معروف را، شنید این بنده و اندر عمل آورد موصوف را. از این رو شد شهادت 2 نفر در شرع پیغمبر، به هر امر شهادت 2 نفر باشد کنند باور. بود این پیکرت شاهد شنو از من تو ای بنده، مکن جرم گناه زائد به امر حق بشو آید. ز شیطان کن حذر اندر جهان او دشمن جان است، مشو غافل که این ابلیس برایت گرگ ایمان است. بیا کاری نماز و
روزه و خیر و سخاوت کن، برای توشه فردا در اینجا تو عبادت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران ایمانی و اسلامی، من با شما بودم اندک حق دوست.